قرائت شاهاثر علامه باباجان غفورов تاجیکان. تاریخ قدیمترین قدیم عصر میانه و دوره نو. گفتاری 51. اثری تاجیکان شعله‌ای بود که به صحیفه های تاریک و فراموش گشته تاریخ ملت تاجیک روشنی انداخته، پدیده های خودشناسی و افتخار ملی را تکمیل داد. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان. خلق‌های آسیای میانه در هیئت خلافت عرب از پا افتیدن دولت ساسانیان. به سرحد آسیای میانه رسیدن لشکر عرب، حمله های نخستین به ماوراءالنهر. موافق روایت های عرب، لشکر اسلام پس از محاربه نزد نهاوند سال 642 توشون شکست خورده ساسانی را تعقیب کنان، گویا تا فوت خلیفه عمر یعنی تا سال 644 با ترکان تخارستان علاقه پیدا کرده. اما در حقیقت حال اصطلاح آسیای میانه 10 سال بعدتر شروع گردید. سال 651 آخرین پادشاه ساسانی یزدگرد III از تعقیب دسته های عرب گریخته به مرو رسید. خواست در اینجا پناهگاه پیدا کند، ولی با خیانت دست نشانده خود واری مرو کشته شد. بر طبق یکی از روایت ها قاتل آسیابانی است که پادشاه گریزه به خانه او پناه بردنی شده است. در همان سال عرب ها مرو را اشغال نمودند. پس از 3 سال این واقعه، عرب ها نخستین حمله های خود را به ماوراءالنهر سر کردند. از جمله در منبع ها هجوم سال 654 به میمور واقع در سوخ خاطر نشان شده است. در سال 667 آنها اولین دفعه به چغانیان حمله آورده به هیکاری ها ضربه سخت دادند. عرب ها به عملیات حربی در مقیاس وسیع آشکارا تیاری می‌دیدند. یکی از چنین تدبیرات تیاری حربی و سیاسی از بصره و کوفه به خراسان کوچانیدن 50,000 خانواده عرب بود. برای عرب های مهاجر به طریق گرنیزان در 5 نقطه اقامتگاه ها به وجود آورده شدند. به عقیده گیب که این تدبیرها با 2 مقصد، قوت دادن امنیت ولایت های زیری دست و جمع کردن قوه برای اصطلاح من بعده به عمل آورده می شدند، راضی شدن ممکن است. نرشخی می گوید که اصطلاحکاران عرب بارها از دریای امو گذشته به ماوراءالنهر هجوم آوردند. ملکه بخارا هر بار با عوض خراج و دیگر پیشکش ها صلح کرده مملکت خود را نگاه می داشت. در آخر سال 673 و اولی سال 674 قایم مقام عرب ها در خراسان عبیدالله ابن زیاد به ماوراءالنهر هجوم کرده رامیتن و اطراف بخارا را به دست در آورده تاراج و خراب نمود، ولی به مقابلت سخت قوه های یک جایه ترک ها و بخارایی ها دچار آمده به صلح بستن مجبور گردید. وی از ملکه بخارا پول و چیزی بسیار گرفته و 4,000 کمانکشان ماهر را از اهالی محلی به غلامی برده و از آنها گواردی شخصی تشکیل کرده موقتاً حدود ماوراءالنهر را ترک نمود. در سال 676 قایم مقام نوی خراسان سید ابن عثمان با قوه زیاد از دریای امو گذشته به سوی بخارا حرکت کرد. ملکه بخارا مثل هر وقته به عوض دادن 300,000 درهم و به گرو گذاشتن یک گروه جوانان اشرافزاده بخارا
با عربها سازش نمود. آنگاه سعید به طرف سمرقند رو آورد. سغدیان با تمام شجاعت و مردانگی مقاومت نشان دادند. جنگ بیشتر از 1 ماه دوام نمود. نهایت سعید چاره دیگر نیافته صلح کرد و با اسیران و غنیمت اندک برگشت. در راه او ترمیز را به تصرف خود درآورد. نرشخی و بلازوری در خصوص رفتار جسورانه جوانان گروی بخاری که سعید به غلامان خود تبدیل داده بود حکایت می کنند. ایشان جوانان گروی به غایت تنگ دل شدند و گفتند این مرد را، سعید را، چی خاری ماند که با ما نکرد و ما را به بندگی گرفت و کاری سخت می فرماید. چون در استخفاف خواهیم هلاک شدن، باری به فایده هلاک شویم. به سرای سعید اندر آمدند و درها بربستند و سعید را بکشتند و خویشتن را نیز به کشتن دادند. طبری واقعه عجیبی را نقل می کند که در بابت با عربها چگونه مناسبت کردن اهالی ولایت های کوهستانی ماوراء النهر خیلی جالب دقت است. به حضور قایم مقام عرب که در کیش خیمه زده بود، برادرزاده ملیک ختلان می آید. او به خلق خود خیانت کرده است و عربها را تشویق می کند که به ختلان لشکر کشند. قایم مقام راضی شده پسر خود یزید بن محلب را می فرستد. او در حدود ختلان می نویسد طبری به طور جداگانه لشکرگاه بساخت و برادرزاده ملیک، آن ملیک سبال نام داشت، اردوی دیگر به خود زد و سبال شبانگه حمله به اردوگاه برادرزادهش آورد. چون اسکران ملیک با لفظ عرب صدا می دادند، برادرزاده او گمان برد که عربها خیانت کردند. اما عربها وقتی که او قرارگاه آنها را ترک نمود، در هراس بودند که او خیانت خواهد کرد. سبال برادرزاده خود را دستگیر نمود و به حصار خود برده به کشتن داد. گویند که یزید بن محلب قلعه سبال را به محاصره گرفت و به او صلح کرد. شرط موافقت این بود که سبال می بایست تاوان جنگ می داد. یزید این تاوان بگرفت و به حضور پدر خود محلب باز آمد. بعد از مقتول گردیدن برادرزاده ملیک، مادری وی به نزد مادر سبال رسول فرستاد و بگفت تو چی سان امید داری که سبال پس از کشتن برادرزاده خود زنده خواهد ماند؟ آخر مقتول 7 برادر دارد و آنها اکنون در طلب خون هستند. تو باشی مادری فرزند یگانه ای. مادری سبال چنین جواب بداد شیر کم بچه دارد، خوک بسیار. بعد از تاخت و تاز سعید ابن عثمان، قشون عربها مدت 5 سال به ماوراء النهر هجوم نکردند. عربها باری سوم در وقت حاکم خراسان شدن سلم ابن زیاد که به دوره خلافت یزید ابن معاویه 680-683 اتفاق افتاده بود، به ماوراء النهر حمله آوردند. به قول بلازوری لشکری عرب تا خوجند رسیده ولی در آنجا به ضربه سخت دچار گردید. سمرقندی ها و بخارایی ها از عرب ها شکست خورده مجبور شدند که به عوض پول و چیز زیادی خود را از اسارت استیلاکاران خلاص نمایند. سال 689 پسر یکی از حاکمان اسیانکار خراسان موسی ابن عبدالله ترمیز را اشغال نموده تقریباً 15 سال حاکم این قلعه پر استحکام گردید. او حاکمیت کسی را اعتراف نمی کرد. به ملک‌های همسایه حمله آورده آنها را غارت می ساخت.
تنها در سال 704 به قشون حکومت مرکزی عرب میسر گردید که با کمک سربازان سوخت و ترک این بلوا را از بین بردارند. حق به جانب جلیل فسکی میگوید اهمیت این غلبه بر موسی دو جنبه داشت. از یک طرف آنچه که ملکداران محلی همراه قشون خلافتی عرب حاکمیت موسی را برهم زدند کاری مثبت بود، اما از طرف دیگر آنها با این عملی خود به حکومت مرکزی عرب برای خلاص شدن از بلواگری که یک اندازه در راه به آسیای میانه سر درآوردن آنها مانعی بود کمک رسانیدند. همین طریقه تا زمان قایم مقام خراسان تعیین گردیدن قتیبه ابن مسلم سال 705 آن همه جنگ هایی که عرب ها در ماوراء النهر کرده اند خصوصیتی تصادفی و ناجور داشته، فقط برای مقصدهای غارتگرانه سرداران جداگانه عرب خدمت می کردند. قشونهای عرب ولایت‌های در نتیجه تاخت و تازهای شدید اشغال نموده خود را تاراج کرده و به خرابزار تبدیل داده به مرو باز می گشتند. مبارزه سغدیان، تخارستانی ها و دیگر خلق های آسیای میانه بر ضد استراگران. اعیان و اشراف عرب فقط پس از آن که در زمان خلافت عبدالملک ابن مروان سالهای 685-705 نزاعهای داخلی خلافت طلبی برهم خورده، شورش‌های مردم کشورهای تابع فرو نشانده شدند، به اصطلاح ماوراء النهر به طور قطعی کمر بستند. تقریبا در سال 705 حاکم خراسان قتیبه ابن مسلم با عملیات جنگی که نهایت به ضبط گردیدن ماوراء النهر آورده رساند اقدام نمود. او از پراکندگی مملکت و اختلاف داخلی اشراف دهقان محلی استفاده برده توانست قدم به قدم موقع خلافت را در آسیای میانه مستحکم نماید. قتیبه در سال 705 با قوه زیادی به طرف بلخ حرکت نموده آن محل‌هایی را که از عرب‌ها روگردانیده بودند به خود اطاعت کنانید. غیر از بلخ ولایت چغانیان که در این وقت حاکم آن پیش به طرف عرب‌ها گذشته آنها را برای هجوم به ملک‌های همسایه تشویق می‌کرد، شومان و غیره به اطاعت او درآمدند. در سال 706 او به خاک ماوراء النهر قدم نهاد. چنانکه طبری می نویسد قتیبه از دریای امو گذشته به پیکند روان شد. در داخل قشون او دهقانان بلخ و چغان خدات خائن هم بودند که از راه طمع اصطلاحگران را طرفداری می کردند. پیکند در آن زمان از آبادترین شهرهای ماوراء النهر به شمار می رفت. وی را شهر بازرگانان مدینه تجار می نامیدند و از بس که قلعه مستحکمی داشت شارستان رویین نیز می گفتند. قشون قتیبه اولین دفعه در همین جا به مقاومت سخت اهالی دچار گردید. در مدافعه شهر نه فقط ساکنان پیکند بلکه سغدیان دیگر هم که پیکندی ها برای کمک به آنها مراجعت کرده بودند شرکت داشتند. اولها دست آنها بالا شده عربها به وضعیت سختی افتادند. سغدی ها مدتی دور و دراز قشون عرب را به محاصره گرفته راه های علاقه آنها را بریدند، ولی محض نااتفاقی بین حاکمان محلی عربها را از این وضعیت رها داد. بعضی از حاکمان آهسته آهسته دسته های خود را به کنار کشیدند. صف مدافعچیان پیکند تا رفت کم شدن گرفت. قتیبه از این حالت استفاده برده شهر را گرفت
غارت کرد و پس به بخارا رو آورد. محاصره پیکند به یک روایت 50 روز و به روایتی دیگر 10 ماه دوام کرده است. هنوز قتیبه 5 فرسخ یعنی تقریباً 30 کیلومتر هم دورتر نرفته اهل پیکند شورش کردند و عرب‌های در آنجا ایستاده را به قتل رسانیدند. قتیبه پیکند را دوباره اشغال کرده آن را تماماً به خرابزار مبدل گرداند. همه مردان را کشته، زنان و کودکان را به غلامی داد. عرب‌ها در اینجا همان قدر ثروت به دست در آوردند که تا این وقت در هیچ جا این اندازه غنیمت نصیب آنها نگردیده بود. از احتمال دور نیست که مهمترین قسمت این غنیمت را انباری بزرگی پر از اسلحه و لوازمات جنگی تشکیل می‌داد. صفت این همه مصنوعات به درجه عالی بود که تا حال در نظم عرب کلمه صوفی همچون تشبیه هنرمندی بی همتا استفاده می شود. از روی بعضی معلومات تا ضبط پیکند پوشون قتیبه همگی 350 عدد لباس و اسلحه جنگی داشت. بنابراین قتیبه از غنیمت تقسیم شونده بیرون گذاشتن لوازمات جنگی را اصرار کرده پس تمام سربازان خود را سلاح نو داد و اقتدار جنگی پوشون عرب را خیلی افزونتر گردانید. فاجعه پیکند به اهالی ماوراء النهر نشان داد که آنها با چگونه دشمنی بیرحم سر و کار دارند. حاکمان جداگانه سوخت ترک ها را به کمک دعوت نموده در اطراف رامیتن در نزدیکی بخارا قوه‌های متحده زیاد جمع کردند تا که به عرب ها ضربه رسانند. جنگی شدیدی به عمل آمد. پوشون عرب ها به محاصره افتاد. در اینجا قتیبه راه فریب را پیش گرفت. او به طرز مخفی کس فرستاده پادشاه سوخت را از ترکان و ترکان را از پادشاه سوخت بدگمان کرده در بین آنها نفاق انداخت. در همین وقت به قتیبه قوه علاوگی رسید و به این واسطه او از محاصره بیرون آمد. ولی از بس که لشکری عرب تلفات زیادی داده بود او دیگر جنگ را دوام داده نتوانسته مجبور شد از نقشه ضبط کردن ماوراء النهر موقتا دست کشیده به مرو برگردد. در سال 708 قتیبه با قوه نو باز به طرف ماوراء النهر حرکت کرد. با وجود مقاومت شدید اهالی سوخت به او میسر گردید که خود را به ملک بخارا رسانیده رامیتن را اشغال نماید. لیکن جنگ های سختی که برای گرفتن بخارا کرد نتیجه نبخشید. قتیبه تلفات زیادی داده در تیر ماه همان سال مجبور شد به خراسان عقب نشیند. حاکم عراق حجاج که قتیبه همچون قایم مقام خراسان به وی اطاعت می کرد از شنیدن این خبر در غضب شده به قتیبه فرمود دوباره به جنگ بخارخدات رود و به هر قیمت که باشد او را شکست دهد. اینک در سال 709 قتیبه با خوشون پرشمار از دریای امو گذشته خود را به حوالی بخارا رساند. اهالی بخارا مثل سابق ترک ها سغدیان را به یاردم خود دعوت نمودند. جنگ خونین روی داد. قتیبه اعلان کرد که هر کس اگر سری دشمنی را بیارد 100 درهم به طریق جایزه خواهد گرفت. در قرارگاه عرب ها از سری جنگاوران ماوراء النهر مناره بزرگی به وجود آمد. اما این هم مقاومت دفاع کنندگان بخارا را در هم شکستن نتوانست. آنها به عرب ها ضربه های هلاکت آور می زدند. آنگاه قتیبه از مغلوبیت ترسیده باز همان اصول پیشتره خود مکر و خیانت را به کار برد.
چه نوعی که نرشخی نقل می کند. او به نزد پادشاهی سوخت ترخون جاسوس خود را فرستاد. جاسوس ترخون را آگاه کرد که عرب ها پس از چند این جاها را ترک می کنند. ترکان این فرصت را غنیمت دانسته برای اشغال کردن سوخت که ملکی پرثروت و زیباست نیتی بر ضد ترخون لشکر کشیدن دارند. پادشاهی سوخت که از این گپ‌های دروغ سخت به ترس و هراس افتاده بود مصلحت پرسید. به او چنین مصلحتی پر از مکر و حیل داده باید با قتیبه صلح کرد و به ترکان خبر رساند که به یاری عرب‌ها قوه‌های سرشماری علاوگی آمده ایستادند. آنگاه ترکان پس خواهند گشت. ترخون این مصلحت را قبول کرد. اتفاق ضد عرب‌ها برهم خورد و کوشان عرب بخارا را اشغال نمود. قتیبه به مقصد استوار نمودن موقع خود با اخشید سوخت ترخون قرارداد بست و چند نفر را از اقربای پادشاه به گرو گرفت و برای هر سال جزیه مقرر نمود. حاکمان بعضی ولایت‌های تخارستان از جمله حاکم شومان از اندرمانی و نابراری‌های عرب‌ها در واحه بخارا استفاده برده از اطاعت قتیبه سرکشیدن خود را اعلان کردند. در سال 710 قتیبه قوه‌های تازه جمع نموده به شومان لشکر کشید. اهالی شومان طلب‌های تهدیدآمیز عرب‌ها را رد کرده و مقابل قوه‌های برتری داشته آنها جسورانه و مردانه‌وار جنگیدند. در یکی از محاربه‌های شدید پادشاه شومان کشته شد. قتیبه شهر را تماما غارت کرده به طرف نسف در نزدیکی کرشی امروزه و کیش شهری سبز کنونی روان شد و آنجاها را به تابعیت خود برآورد. مدافعه سمرقند. چنان که در بالا آورده شد حکمران سمرقند پادشاه سوخت ترخون با عربها صلح کرد. او در عین وقت عهده‌دار شد که به آنها خراج می دهد. پس از 1 سال قتیبه برادرش عبدالرحمن را برای گرفتن خراج به سمرقند فرستاد. ترخون به دادن خراج مجبور گردید. این باعث نارضایتی اشراف سمرقند و بی‌شبهه عامه مهنتکشی سوخت گردید. ترخون با دست مقربان خود از تخت سلطنت فراورده شد و او در حالت نومیدی و شدت الم خود را نابود ساخت. در سال 710 به تخت پادشاهی سوخت غورک نشست. این مرد از روی بهای دانشمندی واقعه های دوره اصطلاح عرب دید، وطن پرست و رجل دولت بود. در این وقت جریان حادثات به قرار ذیل صورت می گرفت. در خوارزم تحت راهنمایی خورزاد نام برادر خوارزم شاه نهضت خلقی سر زد. قتیبه از این مبارزه داخلی دولت خوارزم استفاده نموده با بهانه کمک رساندن به خوارزم شاه با کوشان خود به آنجا حرکت کرد. در سالهای 710-712 خوارزم شاه با قتیبه معاهده صلح بسته به عوض آنکه شورشیان را به خون آغشته نمود به طریق پاداش 10,000 سر چاروا داد. این عملا معنی به عربها سر اطاعت فرود آوردن خوارزم شاه را داشت. قتیبه به آسانی تسلیم نشدن سغدیان جنگجو را در نظر گرفته برای در غفلت گذاشتن آنها آوازه‌ای پهن کرد که گویا با غنیمت‌های از غارت به دست آورده خود به مرو خواهد رفت. لیکن در عمل با لشکر خوارزم شاه
و بخار خداد به سمرقند هجوم آورد. جهت خاصی وضعیت آن وقتی مبارزه ضد استیلاگران نه فقط نبودن فرانتی یگانه به مقابل عرب ها، بلکه بدتر از این خیانت حاکمان بخارا و خوارزم می باشد. دسته های سربازان خوارزمی و بخارایی در طرف عرب ها قرار گرفته، در صورتی که سمرقندی ها یکه و تنها با عذاب و مشقت وطن خود را مدافعه می کردند، همراه کوشان دشمن بر ضد سمرقند با تمام قوت جنگیدند. بر ضمن این در داخل سوق سمرقند هم یکدلی و همفکری نبود. پس از مرگ ترخون در سوق گروهی نیرومند اشراف عرب پرست باقی مانده بود. از احتمال دور نیست که یکی از نمایندگان این گروه حاکم پنجکین دیواشتک باشد. بعد خودکشی کردن ترخون، وی سرپرستی پسر خردسالی او را به ذمه گرفته عنوان پادشاه سوق حکمران سمرقند را صاحب شد. این عنوان از حجت‌های سغدی کوه موغ معلوم گردیده است. کرچکوفسکی تخمین می کرد که البته ممکن است مسئله از این هم عمیق‌تر باشد. در بین عرب ها و عرب پرست ها میلی در مقابل غورک به صفت دوام دهندگان قانونی سلسله پادشاهان سوق گذاشتن پسران ترخون پیدا شده. این را در حق دیواشتک هم می توان گفت، هرچند که یقینا او عنوان پادشاه سوق حکمران سمرقند را خیلی دیرتر سال 719 گرفته است. قتیبه ریاکارانه و مکارانه اعلان کرد که وی آمده است تا برای مرگ ترخون قصاص بگیرد. به این واسطه او طرفداران پادشاه سرنگون شده سوق را به حرکت آورد و امکان داد که آنها با عنصران عرب پرست متحد شوند. رول مهم را در قرارگاه طرفداران عرب ها دیواشتک بازید. همه اینها وضعیت غورک و احوال مدافع کنندگان سمرقند را مرکب تر می ساخت. شما گفتاری 51 را از کتاب علامه باباجان غفورов تاجیکان شنیدید. عبدالرشید خوجمپولов خوند. کارگردان شیرعلی نفزلی.